سلام، من حیات الله عرفانی در این ویدیو یکی از بخش‌های مهم و حرفه‌ای مدار بکلایت تلویزیون را به بررسی می‌گیریم. این یک مدار یا برد تلویزیونی 24 اینچ است. شاید برایتان پیش آمده باشه که تصویر بر صفحه تلویزیون نیست ولی صدا هست. بکلایت تلویزیون روشن نمیشه یا این که این مدار بکلایت مشکل داره. یکی از اولین جاهایی که باید سراغش بریم و بررسی کنیم، تست کنیم، همین بخش فلایبک است. اینجا جایی که ولتاژ بالا برای روشن کردن بکلایت تولید میشه. ما این مسیر را از ولتاژ ورودی شروع میکنیم با ترانزیستور سویچ و بررسی IC PWM و بعدم تست خروجی روی ساکت برای بکلایت. مرحله به مرحله با هم تحلیل میکنیم، مسیر در مسیر پیش میریم، ببینیم که اینجا چی ولتاژ باید در این مرحله باید باشد و اگر این ولتاژ ها وجود نداشت و نبود مشکل از کجا است. پس اگر شما به دنبال یادگیری تعمیر دقیق و اصولی هستید، حتما تا آخر این آموزش با من همراه باش. خب شروع میکنیم. چطور این ولتاژ 12 ولت یا در بعضی از مدارات 24 ولت که از خروجی دو تا خروجی داریم، یکی 12 ولت است، یکی 24 ولت یا ممکنه بیشتر باشد. چطور این ولتاژ 12 ولت به یک ولتاژ بالا مثل 70 ولت یا 90 ولت یا حتی بیشتر تبدیل میشه. این بخش مدار بکلایت دقیقاً شبیه به مدار بوست است، اما با کمی متفاوت تر. اینه که اینجا میبینید این مدار بوست است. یک نوع مبدل افزاینده ولتاژ است. مدار بکلایت هم در اصل از همین ساختار بوست استفاده میکند. مدار بکلایت علاوه بر افزایش ولتاژ، کنترل جریان LED را هم با فیدبک انجام میدهد که در بعضی از تلویزیون ها مدار درایور بکلایت جدا از مدار اصلی است. این مدار درایور بکلایت است برای روشن شدن رشته LED. این مدار بوست یا بوست کنورتر است، یعنی تقویت کننده ولتاژ یا تبدیل کننده DC به DC است که اینجا درایور بکلایت نقش کلیدی را دارد. اگر شما تعمیرکار هستین یا علاقمند به الکترونیک هستید، این آموزش پایه است برای شما. اینجا خروجی ترانس ورودی مدار بوست است. در بعضی از بردها از ترانس دو تا خروجی دارد، یکی 12 ولت است، یکی 24 ولت یا بیشتر. اینجا روی این مدار خروجی ترانس فقط 12 ولت است. این قسمت هم ورودی مدار بکلایت یا فلایبک است. از خروجی ترانس برای مدار ولتاژ 12 ولت AC تبدیل به DC میشه. این ولتاژ معمولا توسط این دیود شاتکی یک سوسازی میشه. وظیفه این دیود شاتکی جلوگیری از برگشت جریان و عبور سریع جریان به سمت خازن است. پس از دیود ولتاژ وارد خازن فیلتر میشه، مثلا 12 ولت. در بعض از مدارات 24 ولت. این یک خازن 25 ولتی با ظرفیت 470 میکروفاراد است. این خازن نوسانات را کاهش داده و ولتاژ را صاف می کند. بعد از خازن ولتاژ از این مسیر وارد مدار بوست میشه. در اینجا سلف داریم. این سلف است، این ماسفت است، این پایه درین ماسفت است. ماسفت اینجا وظیفه کلید زنی و سویچ زنی را انجام میده. وقتی که این ماسفت اینجا روشن است، جریان مستقیم 12 ولت به سلف بعد به زمین از طریق این ماسفت منتقل میشه. در همین زمان این سلف اینجا شروع به ذخیره انرژی مغناطیسی میکنه. وقتی که PWM از 1 به 0 میرسه،
ماسفت خاموش میشه، مسیر جریان به زمین قطع میشه. در این زمان انرژی ذخیره شده در سلف جهت و مسیر خود را تغییر میده. این دیود روشن میشه، دو تا جریان الکتریکی در این مسیر جاری میشه و به خازن میرسه، به این خازن اینجا. یکی جریان سلف است و دیگه هم اینجا ولتاژ خودی منبع است. یعنی که دو تا انرژی در یک جهت عمل میکنه. این باعث افزایش ولتاژ در خروجی میشه و از طریق دیود دوم، این دیود دومی است. اینجا اینه که میبینید، این همین دیود است. این دیود اولی است، این هم دیود دومی است. این دیود، این هم خازن 100 ولت با ظرفیت 47 میکروفاراد است. در این حالت است که ولتاژ منبع به جریان ذخیره شده سلف اضافه میشه، باعث بالا رفتن ولتاژ خروجی میشه. مثلا یعنی اگر یک منبع 12 ولت باتری داشته باشیم اینجا، با باز شدن این ماسفت اینجا، این سلف اینجا چارج میشه، انرژی در خود ذخیره میکند. بعد از قطع شدن این ماسفت انرژی این سلف جهتش تغییر میکند. این سلف اینجا جهتش تغییر میکنه، تبدیل به باتری دوم میشود. اینجا مثل این میمانه که دو تا باتری سری میشه، جریان افزایش پیدا میکنه، بیشتر میشود. خب حالا ما باید چطوری این ولتاژ خروجی را کنترل کنیم؟ افزایش بدیم یا کاهش بدیم؟ ولتاژ خروجی این مدار بکلایت یا مدار بوست به این عوامل بستگی دارد: زمان روشن یا قد وصل بودن این ماسفت، یا دیویتی سایکل همون عرض پلس، یعنی دوره کاری، یعنی دوره تناوب کاری این مدار یا پایه ماسفت. حالا فرض کنید که دیویتی سایکل این مدار، این پایه گیت 50% باشد، یعنی که دوره کاری ما 50% در حالت روشن است، 50% در حالت خاموش. این مدار کنترلر ترانزیستور است. این همین آیسی است. اینجا میبینید آیسی این مدار، این همین آیسی کنترلر است. این همون دیویتی سایکل ما است، همون عرض پلس ما. اینجا اگر 50% در حالت روشن باشد و 50% در حالت خاموش باشد، یعنی که 50% یک باشد، 50% صفر باشد. از اینجا تا اینجا 100% است، از اینجا 50% در حالت یک است، در حالت روشن. اینجا 50% در حالت صفر است، در حالت خاموش. اینجا این ماسفت روشن است، سلف چارج میشه و اینجا صفر است، این ترانزیستور، این ماسفت خاموش میشه. زمانی که اینجا یک است، 50% در حالت روشن، در حالت فعال است، این مسیر باز است، این طرف سلف منفی است و این طرف سلف مثبت است. وقتی اینجا صفر میشه، 50% نیمی دوره غیر فعال میشه. زمانی که این دوره در حالت صفر باشد، این ماسفت، این ترانزیستور خاموش میشه، جهت این سلف تغییر میکنه، این طرف میشه مثبت و این طرف میشه منفی. این سلف تبدیل میشه به باتری دوم. پس این موقع است که این دیود روشن میشه. این دو تا جریان از اینجا راه پیدا میکند به سمت این خازن، اینجا به سمت همین خازن. اینجا خروجی افزایش پیدا میکنه، 2 برابر میشه. خب الان ما باید روی این مدار چیکار کنیم که ولتاژ خروجی ما چند برابر شود؟ یعنی که این 12 ولت که ما اینجا داریم، این 12 ولت را تبدیل کنیم به 100 ولت، این 12 ولت را تبدیل کنیم به 120 ولت، به 130 ولت. برای این کار
باید دیویتی سایکل را بالا ببریم. یعنی قبلا دیویتی سایکل اینجا بود، عرض پلس این مدار اینجا بود 50%. عرض پلس PWM را میبریم به 75%. یعنی اینجا الان 75% است، اینجا هم 25% است. این 25% به این 75% این میشه کل دوره کار ما. این 75% باعث میشه که این سلف بیشتر چارج شود. البته این کار بستگی به دو چیز، به دو عامل دارد که باعث میشه ولتاژ خروجی مدار بکلایت افزایش پیدا کنه، بیشتر شود یا چند برابر شود. اول مقدار ظرفیت سلف و دوم سرعت سویچینگ و قد وصل این ماسفت. البته روی این بورد اینجا چند عدد تنظیمات را، چند عدد مقاومت را اینجا گذاشته. ما میتونیم از طریق این مقاومت هایی که فیدبک این آیسی را کنترل میکند، ما میتونیم روی همچی بورد از طریق تغییر این جمپر این مقاومت ها را تغییر بدیم. با تغییر جمپر و تغییر این مقاومت های فیدبک این آیسی کنترلر، پلس PWM تغییر میکند و سرعت سویچ زنی این ماسفت بیشتر می شود. با سرعت سویچ زنی این ماسفت خروجی مدار بکلایت هم ولتاژش بیشتر می شود. تمام این قد و وصل ها توسط همین آیسی که مخصوص تولید پلس PWM است. این همون آیسی کنترلر است و تمام اینها کاهش و افزایش ولتاژ، کنترل سویچینگ به توسط این آیسی کنترلر انجام میشه. با دقت بالا ولتاژ خروجی را کنترل میکنه. نکته آخر، در بعضی از تلویزیون ها ممکنه 80 ولت تا 120 ولت هم برسه یا حتی بیشتر باشه، چون بکلایت ها در حالت سریع قرار دارند. برای روشن شدن به ولتاژ بالا نیاز دارند. در ویدیوهای بعدی با هم وارد جزئیات این آیسی PWM میشویم. از شناسایی پایه ها، تولید پلس، کنترل فیدبک و تنظیم ولتاژ خروجی تا نقش در روشن و خاموش کردن ماسفت. در این ویدیو به صورت مهندسی تحلیل کردیم که چطور مدار بکلایت با استفاده مدار بوست ولتاژ 12 ولت را به 70 ولت یا 90 ولت افزایش میده یا بیشتر میشه. بررسی سلف، ماسفت و دیودای شاتکی، نقش این آیسی کنترل و پلس PWM بخش اصلی این آموزش است که در قسمت بعدی به صورت تخصصی آیسی PWM را بررسی میکنیم. این آموزش بر پایه اساس ایبیابی یک تعمیرکار است و برای طراحی بسیار ضروری است. دوستا اگر لایک نکردید همین الان لایک کنید. سوال داشتید در کامنت بنویسید، به سوالهای شما پاسخ میدهیم. تا به برنامه های بعدی، الله یار و نگهدارتان. موفق باشید.